پنجره به انگلیسی چی میشه؟ window window window. دو بخشه، دو سیلابه و تاکید باید رو سیلاب اول باشه. یه تک بگین و برین. window. یه دونه اگه باشه میگیم a window. دو یا چند تا اگه باشه میگیم windows. مثلا two windows. اسم میاد ولی ز تلفظ میشه. چند تا کاربرد و مثال با هم ببینیم. open a window. باز کردن یه پنجره. close a window. بستن یه پنجره. shut a window. کیپ کردن یا بستن یه پنجره. مثالشو ببینین. Do you mind if I open the window? اجازه میدین یا اشکالی نداره که من پنجره رو باز کنم؟ Do you mind? اشکالی نداره. If اگه من open the window پنجره رو باز کنم. اگه پنجره ماشین باشه از roll up و roll down استفاده میکنید. ببینید زده roll up a window, roll down a window. معنیشو زده open or shut the window in a car. باز کردن یا بستن پنجره در واقع همون شیشه منظورشه. پایین آوردن یا بالا بردن شیشه خودرو. مثالشو ببینین. Lucy rolled the window down and waved to him. Lucy که خب اسمشه roll the window down شیشه یا پنجره ماشین رو داد پایین and waved to him و براش دست تکون داد. برای اون پسره یا اون مرده دست تکون داد. راستش رو بخوایم پنجره نکته زیاد داره. یه پست چند روز دیگه میذاریم و یه نکته باحالم تو تلگرام خواهیم گفت. ما رو دنبال بکنین تو شبکه‌های اجتماعی مختلفمون چون هر جا یه محتوایی رو میذاریم و اینا با هم همپوشانی داره. مخلصم و خدا نگهدار.